سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم هفتم اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. من ژورنالیستم نه اکستریمیست. خورشید فاضلوف گفته است او را مجبور کردند که گناه ناکرده را به گردن بگیرد. امام خطیبی که توی جیانش را ویران کرد به افراطگرایی عیبدار شده است. مخالفت ساکنان محلی به ساختمان مسجد نو در شهر مسکو. دفتر حزب حاکم را در نویه 5 دوز زده است. پاداش میهمان‌نوازی سفیر سعودی به اسدالله و همسرش راحت حج تحفه کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. ژورنالیست تاجیک خورشید فاضلوف که 6 مارس سال 2023 در حبس قرار دارد توسط ادوکات به داستانی ولایت سوخت از بازداشت غیر قانونی و خودسرانه او، رعایت نکردن حق حفظ اسرار زندگی شخصی، وادار کردن به گشودن تلفن و وادار کردن به دادن بیانات به ضد خودش و به گردن گرفتن گناه ناکرده شکایت کرده است. در این باره روز 7 اپریل سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک ادوکات دلفروز صمدوف خبر داد در مطلب تحت عنوان من ژورنالیستم نه اکستریمیست. این ادوکات شناخته برخی تفصیلات پرونده ضد خورشید فاضلوف را که روز 6 مارس در شهر پنجکند از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شد نشر کرده است. بنا به اطلاع دلفروز صمدوف، فاضلوف خورشید به صادر کردن جنایت در ماده 307 علاوه 3 کودکس 2 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان عیبدار می شود. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. در صحبت با ادوکات خورشید فاضلوف این اتهام را رد کرده است. به گفته خودش او را اول به صحبت دعوت کرده، سپس بر اساس ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان یعنی اطاعت نکردن به امر کارمندان مقامات برای قانون شکنی ماموری به جوابگری کشیدند. طوری او گفت سببش در اول رد کردن طلبات دادن و گشودن تلفنش بوده است. او بعدا مجبور شده است که تلفنش را گشوده بدهد. برای این او را به مهلت 5 شبانه روز محکوم کردند. وی در شعبه کمیته امنیت ملی شهر پنجکند نگاه داشته میشد. در این مدت او را درباره فعالیتش تحت بازپرسی قرار دادند. همچنین فاضلوف اظهار داشت که او مجبور شد که به ضد خودش بیانات داده خود را گناهکار اعتراف کند. او بیان داشت که یگان جنایت صادر نکرده است. طوری فاضلوف گفت او به ضد مقامات دولتی یگان کار نبرده است و تمام کارش با رعایت قانونگذاری جاری و سیاست دولت بود، نوشته است ادوکات دلفروز صمدوف. خورشید فاضلوف خبرنگار منطقوی و حامی حقوق انسان بود و از دادگاه شهر پنجکند اساساً درباره مشکلات مردم از وادی زرافشان گزارش می‌نوشت. او در گزارش‌هایش بسیار وقت از مقامات محلی تنقید می‌کرد. خورشید فاضلوف 30 ساله روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر پنجکند در شمال جمهوری دستگیر شد و حالا در بازداشتگاه شهر خوجند قرار دارد. این بار اول نیست که مقامات ژورنالیستان را بر اساس ماده 307 تعقیب می‌کنند. سال 2022 اول ژورنالیست محمد سلطان برای تنقید عملیات حربی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با همین بند قانون به 7 سال زندان محکوم شد. بعداً ذوق‌بیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده که به آزادی همکسبان خود دلیر امامعلی و عوضمت غرباتوف دعوت کرده بودند با همین ماده 307 7 سالی حکم زندان گرفتند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق روز 24 مارس در اظهارات مشترک خود این موردها را بخشی از سرکوب دیگراندیشان در تاجیکستان عنوان کرده از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فاضلوف را بلافاصله آزاد کرده تعقیب ژورنالیستان مستقل را بس کنند. روحانی که در توی برادرزاده‌اش در ناحیه کوشانیان مانع رقص و سرود شده بود به دعوت به افراطگرایی متهم شده است. رادیوی آزادی روز 6 اپریل سال 2023 با تکیه به منابع خود خبر داد که پرونده عبدالحنان عثمانوف 51 ساله را الکی برای محاکمه به دادگاه ولایت ختلون فرستادند. دو منبع این رسانه در مقامات تفتیشاتی روز 6 اپریل گفتند که پرونده روحانی 3 ماه باز تفتیش میشد و خودش در بازداشتگاه موقتی یا سزا قرار دارد. خود دامولا عبدالحنان و نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند. معلوم نیست که آیا او وکیل دفاع دارد یا نه. ویدیوی برای دعوت نوازندگان و توی برادرزاده‌اش را ویران کردن این روحانی در ماه ینور
موج واکنش‌ها را برانگیخته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 ینور سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی بازداشت و مجازات ساکن جماعت مینت‌آباد نویه کوشانیان و امام خطیب مسجد این منطقه عبدالحنان عثمانوف را برای با سخنان تحقیرآمیز ویران کردن یک توی دامادی تصدیق کرد و بدون ارائه جزئیات گفت که نسبت به عبدالحنان عثمانوف برای محدود کردن حقوق برادرزاده‌اش ابوبکر عثمانوف و نمایش بی‌احترامی نسبت به جامعه از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان چاره‌های مأموری اندیشیده شد. عبدالحنان عثمانوف در گزارش وزارت کارهای داخلی گفت در حقیقت عصبانی شدیم، بخشش میپرسیم، یک خطا کردیم، امید است که خطای ما اصلاح می شود. ویدیو این توی جنجالی در دهه کمنتر در اینترنت بحث‌های گرمی را بین کاربران تاجیک به پا کرد. برخی در زیر این ویدیو نوشتند که این مرد همچون یک نفر مذهبی نمیخواست که تویشان با رقص و موسیقی گذرد و زن و مرد در تویخانه یک جا باشند. گروه دیگری بر اینند که تاجیکستان یک دولت دنیوی است و ممکنه رقص و موسیقی در توی خرسندی با چنین شیوه درشت بوی طالبان میکند. اما اکثریت از شیوه گفتار دامولا عبدالحنان انتقاد میکنند و می نویسند که او به عنوان یک خادم دینی نباید چنین ویژه‌های درشت و تحقیرآمیز را به زبان می آورد. حکومت شهر مسکو ساختمان مسجد جامع برای 60,000 نمازگزار را که ابتدا قرار بود در نزدیکی کول سویتای اوزرا در منطقه کوسینو در کناره‌های شرقی پایتخت روسیه ساخته میشد، پس از نوروزگی جامعه به نویه کوسین اختامس کوچانیده است. به گفته شهردار مسکو سرگئی سبیانین برای ساختن مسجد قطعه زمین را در نزدیکی ایستگاه مترو کوسینو و امتده جدا کردند. کوچاندن بنای مسجد در حال رخ داد که گروه مختلف افراطی روسگرا و ملتگراها تحت حمایت حکومت روسیه به ضد ساختمان مسجد مخالفت دست جمعانه برآمدند. از جمله دو سازمان ملتگرای ظاهراً تحت حمایت حکومت روسیه، جنبش ساروکوف و سازمان دوگلاوی اریول و نشریه‌های ملتگرای روسیه به ساختن مسجد مقاومت سخت نشان دادند. به ایده‌های مخالفین ساختمان مسجد در کنار سویتای اوزرا که این کول در یک مکان مقدس جایگیر شده است، چون که بنابر روایت‌های دینی گویا زمان در اینجا کلیسای مسیحی بوده است و اون زیر آب رفته است. سازمان دوگلاوی اریال منسوب به اولیگارخ روس و همچنین مالک شبکه تلویزیونی و نشریات تسارگراد کنستانتین مالافیف است. نشریه‌های او با مفقه آشکارای ملتگرایانه و موجر بدبینانه‌اش فرق میکنند. مالافیف چندین بار بواسطه از شهردار مسکو سرگئی سبیانین خواست که در نزدیکی این کول مسجد برای مهاجران نسازند، زیرا این مکان برای پروسلاف‌ها جای مقدس است و ساختن مسجد در نزدیکی آن پاکی کول را افلاس میکند. همچنین او برای نساختن مسجد در این مکان یک معرکه تبلیغاتی کلانی را برپا کرده به جمع‌آوری امضاها به ضد ساختمان پرداخت کرد. به این معرکه تبلیغاتی اولیگارخی نزدیک به حکومت روسیه، بلاگرها، شخصیت‌های معروف و ورزشگران روس نیز پیوستند. از جمله رزمکار MMA ماکسیم داونیچ نیز به ضد ساختمان مسجد برآمد نموده از جانبدارانش خواست که پیش روی این بنا برای مسلمانان را گیرند. و گفته ماکسیم داونیچ این نوعدالتی نسبت به مسیحیان است، چون از همه کلیسای بزرگ در مسکو کلیسای مسیحی نجات بخش غنجایشش 10,000 نفر را دارد و برای چه مسجد مسلمانان باید 6 برابر از آن زیادتر باشد. بلاگر داغستانی خازبک در جواب به ماکسیم نوشت که تو دیگر برای مسابقه و تمرین اجازه ورود به داغستان را نداری. همچنین معرکه تبلیغاتی بر ضد ساختمان مسجد در زد پابلیکو نیز یک بار موضوع بحث قرار گرفت. اکثریت از پیشگیری ساختمان مسجد مهاجران صدا بلند کردند. حتی نظامیانی که به ضد اوکراین می جنگند در یک نوار ویدیویی تهدید نمودند که منصبدارانی که برای اجازت ساختمان مسجد مهاجران شرایط فراهم می‌آورند و اجازت می‌دهند باید درباره آینده خود فکر کنند. میشه موشی رپر و بلاگر روس نیز نوشت که مسجد برای جلب مهاجران است. هم مسجد و هم مهاجران برای من خلل میرسانند. مخصوصا در روز عید قربان نمیتوانم در خیابان میر آزادانه سیر و گشت کنم. رمضان قادروف رهبر جمهوری چچنستان و از نفران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که با نظرهای غیر یهودیش
در فضای مجازی خیلی فعال است. در کانال خود در شبکه تلگرام نوشت او نفرانی که مخالف ساختمان مسجد هستند و خود را دلسوز مرز و بوم روسیه نشان میدهند باید در خندق‌های دنباس از سرزمین‌های روس دفاع کنند، نه در مسکو. اگر اشتراکچیان این تظاهرات به ضد ساختمان مسجد مسلمانان هستند و از تحت دل میخواهند سرزمین روس‌ها را حفظ کنند، پس مرحمت автомат به دست به پیش به دنباس. به جای شما امروز این مسلمانان هستند که در خط پیش جبهه در خندق‌ها سرزمین‌های روس را شبانه روز حفظ کرده ایستادند. روید آنها را از آنجا پیش کنید. автомат در دست در آنجا به یاد حفظ وطنتان باشید و وطن دوستی خود را با رفتار نشان دهید، نه با اغواگری و سخن‌های پوچ. ولی روز 6 اپریل سال 2023 پس از آنکه شهردار مسکو اعلام نمود که مسجد را در مکان دیگر خواهند ساخت، مفخر رمضان قادیروف نیز تغییر کرد. او حتی سبیانین را برادر خوانده از او تعریف نمود. مسئله ساختمان مسجدها در شهرهای روسیه در حال برای حکومت این کشور پیش آمد که اهالی مسلمانان در شهرهای کلان این کشور رو به افزایش آورده است، مخصوصا در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ که در زمان شوروی سابق ساختمان مسجد رایج نبود. از یک طرف سطح دینداری پس از پاشخوری شوروی در جامعه روسیه رو به افزایش آورده، از طرف دیگر حضور مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای مرکزی که اکثریت مردمش مسلمانند و از قفقاز و دیگر منطقه‌های مسلمانان نشین نیز برای مسجدها در شهرهای روسیه را بیشتر کرده است. با آنکه در مسکو و اطراف آن چندین میلیون مسلمان کار و زندگی میکنند، در پایتخت روسیه شماره مسجدها انگشت‌شمار است. مسجدهای موجوده توان گنجاندن تمام نمازگزاران را ندارند و به خصوص در روزهای نماز جمعه و نمازهای عید هزاران نفر از نمازگزاران مجبور میشوند که در بیرون از مسجدها حتی در راههای ماشینگرد و خط تراموای نیز نماز خود را ادا کنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. دفتر کار حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در نویه 5 دزد زده است. در این باره روز 6 اپریل سال 2023 فرش خبر داد. بنا به اطلاع نشریه، غارتگران شب 15 مارس سال جاری با پنهانی وارد بنای نو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شده، از آنجا تلویزیون، نوتبوک، 2 عدد کامپیوتر با 2 عدد مانیتور را به یغما بردند. رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نویه 5 کریمجان فیض‌زاده در صحبت با فرش دزدی تجهیزات کاری ادارهشان را تصدیق کرده و گفت که حادثه شب 15 مارس سال روان رخ داده است. من فوراً طریق مکتوب به مقامات‌های حفظ حقوق نویه، بعدا شخصا به کمیته اجرایی حزب ولایتی تلفنی خبر دادم. از جانب مقامات ملی تفتیشات ادامه دارد. تشخیصگران از دست دزدان را گرفتند، اما با گذشت قریب 1 ماه جنایت آشکار کرده نشده است. تجهیزات کاری دزدیده شده کونه بودند و حدود 4000 سامانی ارزش داشتند. به اداره نو حزب ماه سپتامبر سال گذشته کوچیدیم و تا هنوز بنا دوربین‌های نظارتی نداشت. ابراز داشته رئیس حزب حاکم در نویه 5 کریمجان فیض‌زاده. سردار مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان آفاق قادریان در صحبت تلفنی از حالت دزدی اظهار بیخبری کرده گفته است در این باره به او معلومات نرسیده است. سردار شعبه کارهای داخلی نویه 5 بهرام شاکرزاده در یک صحبت کوتاه تلفنی پس از معرفی و اظهار منظور خبرنگار فرش تلفنش را قطع کرده از شر قضیه سر پیچیده است. فرش یادآور شده است که قبلا هم دزدی اشیا و تجهیزات از اداره‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نواحی جیهون، شهر توز و کوشانیان ولایت ختلان به خود گرفته شده بود. از این بین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نویه شهر توز حامیجان شریپوف دزدی از بنای حزب را در این نویه در تابستان سال گذشته تصدیق کرده خبر داده است که کارمندان میلیشیا بر اساس ثبت دوربین‌های نظارتی بنا دزد را معاین و دستگیر کرده تجهیزات دزدیده شده را به آنها برگردانیدند. حزب خلقی دموکراتی که رئیسش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در میانه‌های سال‌های 90 تأسیس یافته، در حال حاضر بزرگترین حزب سیاسی تاجیکستان به شمار می‌رود. مسئولانش هنوز چند سال پیش درباره از مرز 5 میلیون نفر گذشتن شماره اعضای حزب خلقی دموکراتی خبر داده بودند. اکثر کرسی‌های پارلمان و همچنین اکثر منصب‌های دولتی را در تاجیکستان
نمایندگان این حزب در دست دارند. دفتر مطبوعات سفارت عربستان سعودی در دوشنبه روز 7 اپریل سال 2023 خبر داد که به ساکن دهه فاطمه و نویه عینی اسدالله صدرالدین و همسر او که چند روز قبل ولید ابن عبدالرحمن الرشیدون سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان و مهمانان او را برای افطار به خانه‌اش دعوت کردند، روادید حج عمره تقدیم کردند. یک هیئت عبارت از سفیر، رهبر صندوق کمک‌های خیریه به نام ملک سلمان، یک ژورنالیست عرب و ترجمان شام 28 مارس درای بازگشت بعد تقسیم کمک‌های سعودی به ساکنان دهه‌های اعظمی لرزه شب 23 مارس ضرر دیده نویه کوهستان مشچا در دهه فاطمه پسر خردسال اسدالله صدرالدین را دیده از او درباره یگان جا برای ادای نماز شام و روزه‌کشی پرسیدند. اسدالله از این خبر یافته حتی بدون اون که کی بودن مهمانان را معین کند همه آنها را به خانه‌اش دعوت کرده و برایشان دسترخوان افطاری گشوده است. مهمانان این دعوت را پذیرفته در خانه اسدالله روزه‌شان را گشودند. مهمان‌نوازی این جوان آنچنان به مهمانان از عربستان سعودی خوش آمد که سفیر عربستان سعودی ابراز داشت که آماده است برای رفتن او به حج عمره مساعدت کند. نوشته از دفتر مطبوعات سفارت سعودی در اطلاعش، همچنین رهبر صندوق خیریه به نام ملک سلمان خرج سفر اسدالله و همسرش به حج عمره را به عهده خود گرفته است. این عمل نیک جوان تاجیک را خبرنگار عرب فیصل عبدالکریم با نشر یک ویدیو در توییتر رسانه‌ای کرد و گفت نمایندگان عربستان سعودی از مهمان‌نوازی این جوان تاجیک آنچنان به وجه آمدند که برای او و همسرش راحتا به حج عمره را تحفه کردند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه کوشانیان عریضه زنی 42 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 20 فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد قالین را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 4000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن ابین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردید. نامبرده از 27 فوریه تا 4 مارس سال 2023 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 28 ساله ساکن پایتخت در آمده از آنجا اموال روزگار و چند جفت لباس و پایافزال را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 4000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان نامبرده با همین راه از ماه فوریه سال 2022 تا 2 فوریه سال 2023 به خانه استقامتی زن 50 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از تاخانه که همچون سیخ دوزندگی استفاده می‌شده است لوازمات اموال روزگار، 2 ماشینه درزدوزی و چند جفت لباس و پایافزال را با متاعهای محصولات خام که برای دوختن لباس پیش بینی شده بودند دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 100,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 6 اپریل سال 2023 در یک صدمه مدهش در حدود نویه ورزاب در شورای دوشنبه ورزاب خوجند بر اثر بجری عمقش 600 متر چپه شدن ماشین اوپل 2 مسافر این ماشین جان باختند. بنا به گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 6 اپریل ساعت تقریباً 14:16 به قسم نوبتداری این نهاد زنگ زده درباره یک صدمه دهشت‌آور در حدود نویه ورزاب خبر دادند. بنا به معلومات کمیته در کیلومتر 65 راه دوشنبه ورزاب یک ماشین سبکرو تمغه اوبل زفیر تحت اداره ساکن 36 ساله نویه باباجان غفورов ولایت سوخت که از طرف شهر خوجند به سوی شهر دوشنبه حرکت داشت به سبب‌های هنوز نامعلوم بجری عمق 600 متر چپ شده است. در نتیجه صدمه راننده و یک مسافر این ماشین را با جراحت‌های وزنین در بیمارستان نویه ورزاب بستری کردند، ولی 2 مسافر دیگر اوپل بر اثر جراحت وزنین برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. در پی این حادثه کمیته حالت‌های فوق‌العاده بر رانندگان خاطررسان کرده است که به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش صورت حرکت را بخصوص در راه‌های کوهستانی رعایت کنند. شما را در خانه منتظرند. تاکید شده است در دعوت کمیته حالت‌های فوق‌العاده 6 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 12:30
راننده автомашини тамғаи Opel Astra Haydarov Ikrom соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи Шаҳристон ҳангоми ҳаракат дар шӯрои Хуҷанд Душанбе Чаноқ воқеъ дар ҳудуди деҳаи Лайлаки шаҳри Истарафшан аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашини тамғаи Hyundai CR-V ки таҳти идораи ронанда Раҳмату Фозилҷон соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри мазкур қарор дошт бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомашини тамғаи Opel Astra Haydarov ва мусофиронаш Турдибоев Абдушукур соли таваллудаш 1946 Турдибоева Анора соли таваллудаш 1951 сокинони ноҳияи Шаҳристон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта баъдан Турдибоева Анора дар беморхона ба ҳалокат расидааст. роҳҳои Тоҷикистон аз лиҳози садамаву пурхатар ба шумор мераванд. соли 2022 бар асари 1096 садама дар роҳҳои ҷумҳурӣ 416 нафар ба ҳалокат расида 1197 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.